مأموریت مختلف تعریف کرد که یکی از آنها شناسایی است. اینجا فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید فرمانده کل دستور می‌دهد به یگان پهپادی‌اش که به اهداف تعیین شده حمله کند. و حالا پهپاد غزه برای انجام مأموریت خود در آزمایش مشترک به پرواز در می‌آید. روی هدف افت می‌کند و به سمت آن شلیک. هر هدف یک شلیک. در مجموع 8 هدف تعیین شده با 8 بمب سدید ارتقا یافته منهدم می‌شوند. این پهپاد که نخستین بار تصاویر پرواز مسلح و انجام عملیات آن رسانه‌ای می‌شود، به سلامت به پایگاه برمیگردد. و خب این پدیده اولا تجمیعی است از مجموعه پیشرفت‌هایی که ما تونستیم. دانشمندان هوافضای سپاه این پهپاد را جوری طراحی کردند که می‌تواند دست کم 4000 کیلومتر برد عملیاتی داشته باشد. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.